مسعود خانم صداش میاد سنج پرتاب کرد. یا خدا به خدا منم خسته ام مسعود خانم. مسعود خانم بیا بیرون بیا بیرون زود بیا پیشم بده بیا پیش من چیزی صدای سنجی چیزی نمیاد. مسعود خانم صداش میاد سنج پرتاب کرد. یا خدا موضوع هستم. یا ابوالفضل مسعود خانم تو برو مسعود خانم مواظب باش. یا ابوالفضل مگه راه فلان نداری؟ برو مسعود از همون ور برو من از این در میام. برو مسعود خانم برو نزدیک. برو خسته شدم خدا به ما کمک کن. مسعود خانم به نظر این داشت ما رو تعقیب میکرد. برو این موجود وحشی خسته شدم. یا خدا مسعود خانم این غول داره میاد نزدیکمون سنج میزا پرت. یا ابوالفضل برو یا خدا بله مسعود مواظب باش چشم یا خدا مواظب است نترس. اگه تفنگ بوده این نمیتونست وگرنه یه فشنگ به شلیک میکردیم میترسید از تفنگ. مواظب باش زیر پامون خیلی هوایی. مسعود خانم مواظب باش. یا خدا یا خدا مسعود خانم زیر پامون خیلی هوایی. مواظب
من مواظب هستم. این راه خیلی هوایی. برو جلوتر داخل اون سوزه ها بشین. نمیاد دیگه. آب بخور نفست بند بیاد. مسما خانم نمیاد دیگه، نمیاد. مواظب باش. مسما خانم بشین خسته ای تا درک. منم خسته شدم. منم مثل یا خداوند. فقط بگو یا خداوند. مسما خانم گریه نکن. خسته تو بخور. میریم. این قول خودمون در نظر داشت خودمون رو. تو چه داشتی صدا میکردی؟ این صدا اگه دور شد برخی تا بریم. چشم برو تا بریم. مسما خانم باید از همین را بریم. آره رن نیست. مواظب هستم نترس. چشم از همین میام. چشم مواظب خودت باش. فقط زیر پات هوایی. مسما خانم مواظب خودت باش. معصومه به خدا مسما خانم من خسته شدم. مواظب باش نزنید. مسما خانم بله. آره. چشم مواظب باش نخوری زمین. مواظب باش. منم میام. زیر پام هوایی. معصومه خانم مواظب باش.
چشم میام. مسعود خانم اگه زیاد خسته ای تو درد کن، نترس. بشین آب بخور تا حالت بیا سر جو. بله اصلا نکنم. اول خودت بخور. نه بخور اصلا نکنم. ممنون. وظیفمونه مگه میشه؟ اصلا نکنه چه آبمون دادی. ممنون. باید بریم پیش شاب آریا و فاطمه. زود باش. مسعود خانم یواش پاتو بردار، صدا هم زیاد نکن. صدای پاتو صدا چه زیاد باشه اینا شک میکنه. آره تو چه داشتی میگفتی پاپی یه دفعه یه من صداش اشنفتم قاقه زد. بشین اگه خسته ای تو درد به نظرم. آره خودش برده. مسعود خانم منم مثل تو. گریه نکن. به خدا منم خسته ام. وظیفمونه وقتی شاب فاطمه گریه کنن مگه میشه ما وایسیم تا اونا گریه کنن؟ باید ما هم بیاین دنبال سگ. ولی اونا هم نمیدونن که ما اینجوری زجر میکشیم. نمیدونن که قول از سنگ هیزم همه چی پرتاب میکنه ازم. خیلی درد سره. مواظب باش. مسعود خانم یواش پاتو بردار. میگم چی؟ یواش. صدام زیاد صدات کلوف نکن چه صدات بشنفه. یه وقت بینی بگوی همینجا از سرمون سنج بردار. مواظب باش. یواش بیا مسعود خانم بیا. یواش برو. بله. یه چی روی اوری بی. بله. یه بارم موزن داخلیش بی. بله. هم باید برمونه بدونیم. چشم میری. هر جوری راحتی مسعود خانم میری. چیزی از همون کم نمیشه ولی خسته میشه. نفسمون بند میاد. ممنون. پاپی یواش صدا بزن اسم. نمیشه بگوی یه دفعه میاد نابودمون میکنه اگر بگیرم. نه اسلحه داریم نه چی. مگر نه اسلحه هم نمیفروختیم اون زمین رو نمیگرفتیم جای دیگه نداشتیم بریم. مواظب باش. اگر هم آقا محمد آزاد بشه از زندون میکشم. میگه شامت از اونجا گم کردی، سجن از اینجا گم کردی. بله یواشتر صدا بکن مسعود خان. یه وقت نمیبینی. پاپی یواش مسعود یواشتر صداش بزن پاپی رو. کت مسعود خانم این غول وحشی بردش پیش خوش. این سجه خودمون نباید بذاشتیم شه از سر جا اومده پایین. هر روز
میدیدیمش میومد پایین. اینم که اومد پایین سجه منم میگم همین قول گرفتش. قولا وحشی هن. موجود وحشی هن. یه دفعه مثلا شاید کشتش باشه. داخل این نیست. نیست اسم خانم نیست. نیست. نه نیست. به خدا منم خسته شدم. بیشتر واسه تو ناراحتم اسم خانم. منم خسته ام. اسم خانم یواش یواش برو تا بریم از اینجا خطریه. اسم خانم برو یواش برو به پا نزنی زمین. مواظب خودت باش. چشم من مواظب هستم. چشم چشم. اسم خانم مواظب باش. مواظب خودت باش. پاپی اسم خانم یواشتر صداش بزن. به خدا منم مثل تو خسته شدم. آره دیدمش. نیست اسم خانم نیست. من از دیدا دیدمش. پاپی نیست. پاپی من همه چی رو از دیدا از اونجا دیدمش. نیست. پاپی وای دنیده. پاپی وای دنیده. وای دنیده. بس خانم به خدا منم خسته. زود باش یواش صدا بزن. آره باید بریم. Papi. Dai, gubra. من میخوام آروم‌تر. مواظبم باش. Papi. Kit. Vay demini gel görenen. اصلا خانم باید بریم. باید بریم. هرچی من فکرشو میکنم باید بریم. چی کنیم؟ مگه میشه؟ وقتی پیداش نکنیم چی کنیم؟ سجه هم خیلی باحال بود. به خدا منم ناراحتشم.
مسئول خانم ناراحت نباش. عادت که نه. پاپی مسئول خانم مواظب باش. نیست مسئول خانم نیست. پیش قوله. ما بیشتر شچمون قول. من جردم از جشنم باید کور بود. پیش قوله. شاید هم کشتش باش. آره نمیشه خود دست خالی بریم پیش شافات. ولی دیگه چاره ای نیست. مسئول خانم. مسئول خانم مواظب. برو تا بریم مسئول خانم. برو تا بریم. چاره ای نداریم باید بریم. برو باید بینه بسیار شام باطنه. خردنیه مسئول خانم. بهشون میگن چی؟ بادم کویی. بچین تا ببریم. آره مواظب دستات باش. مسئول خانم زودتر باش. بچین تا بریم. مسئول خانم زودتر بچین تا بریم. دیر شد. مواظب دستات باش خار نره داخلش. برو تا بریم. بس. به نظرم فاطمه شابن زیاد نمیخوره. ناراحت هستن واسه سجشو اگه پیداش نکن. برو تا بریم. فعلا برو تا بریم. توکل به خدا. پاکشون موتور ما. برو داخل تربت تا بریم. مسئول خانم برو تا بریم. حرکت کن تا بریم. فایده نداره دیگه از اینجا وایسیم. برو مواظب باش. یواش برو.
پاپی وای 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 دا قلبه مواظب باش ناس. به خدا من خسته ام اسم خانم. پاشو اسم خانم پاشو تا بریم. فایده نداری هرچی باشیم. میریم فعلا تو برو پیش آب فاطمه هم میریم. از میخوام مواظب باش نزنی زمین. یا خدا اگه خسته ای تو درد کن مسعود. بشین خسته ای تو درد کن. Baberi sombre ayen prati. معصومه اسما خانم چشم میام نه ترس من میام. Dat is ik nou. Mooi, dat is ik nou. Mooi, mooi. یا خدا از میخوام مواظب باش نخری زمین. مواظب خود باش.